ما در سال 1399 دو موضوع مهمی که بسیار موضوع حیاتی بود و سبب سرگردانی و ضیاع وقت مردم شده بود، از او را اصلاح کردیم. در پروسیجرهای کاری خود تغییر آوردیم. یکیش پروسه تاییدی بود که شما در جریان هستین که یک سرگردانی برای مردم ایجاد کرده بود و ما این پروسه را اصلاح کردیم و از ادارات دولتی خواستیم در صورتی که در موارد مشکوک مواجه میشن به شکل رسمی شریک کنند. در غیر از اون صورت تذکره‌های کاغذی که قبلا طبق قوانین نافذه کشور صادر شده باشه مدار اعتبار است و به تاییدی مجدد و تاییدی یک بار و دو بار دیگه نیاز نیست، که یکی از اصلاحات مهمی بوده.